اگر ما بگوییم که اصلاحات کدام اصلاحات اگر در بخش سب استیشن چمتله تذکر دادن، اصلاحات در بخش نایب آباد تذکر دادن، اصلاحات در بخش ترمیمات اساسی دستگاه های آبی، دیزلی، آفتابی، در هر بخش از اینا ما انجام دادیم. نه تنها در این بخش ها بلکه در بخش لین های انتقالی که ظرفیت لین های انتقالی را نظر به مقدار ناسبه از او از پیش از اینا استحصال کردیم که این هم یک دستاورد بزرگ برای برشنا شرکت است که امسال ما توانستیم که هم افزایش برق را در شبکه خود انجام دادیم و هم امکانات جذب زیادتر را مساعد ساختیم، در پهلویش ضایعات را کم ساختیم. هر چقدر ضایعاتی که کم میشه او ضایعات در مقابلش افزایش انرژی میشه، افزایش انرژی را مردم مصرف میکنه. پس ما یک دستاورد بالاتر داشتیم. شما شاید حال از این هم هستین که در شهر کابل شاید در اواخر شما در سالهای قبلی هم دیده باشیم که به این شکل زمستان را ما تیر نکرده بودیم، اما امسال بهبود انرژی را شما خودتان به چشم میبینین که چی حالت است و ما اون پرچویاری که سالهای قبلی داشتیم امسال نداریم. واقعا که یک دستاورد بسیار بزرگ است با تغییراتی که از طرف رهبری برشنا شرکت بر ما هدایت داده شده و در ضمن با چالان کردن مثلا دستگاه های حرارتی که قبلا هم ما چالان میکردیم مگر مقدارا و امی اصلاحات و ترمیمات تمامش با هم برابر نمیشد و این باعث ازی میشد که ما یک سلسله انرژی کمتر داشته باشیم.